رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید حمله جنایتکارانه بالای شفاخانه سردار محمد داود خان عمق دهشت افغانی و بی‌باوری به تمام ارزش‌های انسانی و اسلامی را نشان داد. آقای عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت بیشتر مجروحان و مریضان داخل بستر در شفاخانه مورد حمله قرار گرفتند. به گفته وی عامل اساسی این حمله طالبان و حامیانشان است، زیرا بستر حملات تروریستی را برای دیگران فراهم کردند. گروه های دهشتگر به نام‌های مختلف متاسفانه در افغانستان فعالیت دارند، اما مسئولیت اصلی حادثه متوجه طالبان است که زمینه و بستر برای تمام گروه های تروریستی مساعد ساختند و متوجه اونایی است که از طالب ها حمایت کردن و حمایت میکنند. شمار از مهاجمان انتحاری به روز چهارشنبه هفته گذشته بر بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان در کابل حمله کردند. به اساس گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی در این حمله 49 تن کشته و 63 تن زخمی شدند، اما وزارت صحت عامه افغانستان تعداد کشته شدگان را بیش از 30 تن و تعداد مجروحین را 74 تن خوانده است. مسئولیت این حمله را گروه تندرو داعش به عهده گرفته است. پس از این حمله خونین حکومت افغانستان به خاطر تحقیق هیئت مرکب از ارگان‌های امنیتی و دفاعی را توظیف نمود تا حمله را ریشه‌یابی نماید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که پیشرفت‌هایی در تحقیقاتشان صورت گرفته، اما تا تکمیل شدن آن جزئیات داده نمی‌توانند. چگونگی داخل شدن مهاجمان به داخل شفاخانه 400 بستر و انتقال مواد انفجاری و سلاح به داخل این شفاخانه هنوز هم در حاله از ابهام قرار دارد. آقای وزیری میگوید که برخی از افراد همکار مهاجمان از این شفاخانه بازداشت شدند. بشیر بیژن، یکی از آگاهان امور، میگوید برای اینکه از چنین حملات سازماندهی شده جلوگیری به عمل بیاید، نیاز است تا عاملان این گونه رویدادها اشد مجازات شوند.